از دست حماقت تو کل چیز برباد شده. خلیل به کل چیز اعتراف کرد. اصل واقعا دختر عزیز است، اما بدبختانه در نتیجه آزمایشات همراه ایجه خواهر نبرآمد. نفهمیدم خانم. نفرایی به عقل تو نمونه را گد کده، دیگه دلیل نداره. امکان نداره خانم جانم. نمونه موهای خانم مسئله شما خودتان دادیم و نمونه ایجه تو براکام از قاشقی که استفاده کرده بود گرفتیم. مطمئن هستی؟ 100%. دو سرعدی هر دو چطور خواهر نبرآمدن؟ به هر حال تو حال برای دیگه شما خودم حل میکنم. گنده امروی مادرم درباره چی گپ زدی؟ ما هیچ چیز مهم نبود. آقا خلیلشان جنگ کرده بودن، گفتن که من رسیدگی کنم. به خاطر این قسم چیزای مزخرف وقتت ضایع نکن کندال. چیزی که گفته بودم انجام بده. کمی بعد معلومات میگیرم و قوران مامم اونجا میرفتم. با اجازه تو. شماره را که شما در نموده اید خاموش می باشه. آدمی احمق، حتما کل چیزا به ملک مادر گفته. راحت باشه برو، جرأت نمیکنه که به کنعان بگویه. اینقدر تلاشای ما به هدر نمیدی. اصل همتون نیست. بعد از این ساعت ما به گذشته بر نمیگردم. اگر لازم باشه ما مثل تو میشم. گفت که بهشت ما پیش کنان است. یعنی دخترم از محبتش منصرف نشده. او که در قسم یک حالت باشه من چطور دست پای بسته منتظر بودم میتونم، اما چطور میتونم دیوانه میشم. قسم میخورم که دیوانه میشم. من چی خواد کردم؟ همراه کنان گپ بزن، برش کل حقایق بگو. بان که بفهمه تو اصل از بهشت محبتش محروم کنه. اما من به او بچه چی خود گفتم؟ ها؟ قاتل میشه قاتل. پیش رویش استاد میشی، خود از سپر او میکنی. حق مادری داری، از او استفاده کو. میگی ای کارا نکن، منصرف شو کنان. عاقبت استاد شدن پیش روی کنان از استاد شدن در مقابل سرنوشت خوبتر است. نمیفهمم اما باید فکر کنم، باید خوب فکر کنم. کل جوانه بشه باید فکر کنم. خدایا یه چی قسم یک امتحان است، چه قسم یک امتحان است. خدایا تو برم صبر بده. بیبی ملکه، از کلگی خوبتر میفهمی که درد نرسیدن به عشق چی است. از وجدانت پرسان کن. نگفتن راز از گفتنش کده زیادتر درد میته. خوب میفهمی گپا. علینا جان، حالا دیگه، حالا ناوقت شده. نه نمیشه. پیش از نکاح نباید داماد عروسه در پیران عروسی ببینه. بیا زود از ظرف 1 ساعت نکاح ما را بسته میکنیم. بلی از خدا زود یا دیر میبینمت. قرار نیست که از پشت پرده نکاح کنیم. حالا دیگه برای خرافات از تو سرش باور نکن. حالا سیس میبرایم. چطور است؟ ماما خوب میگه؟ بسیار خوب میگه. به خاطر همه چیز بسیار تشکر عشقی. این زیباترین سورپرایز در زندگیم بود. بدون پوشیدن پیراهن عروسی قلبم نخواست که نکاح کنی. تو را بسیار دوست دارم.
شدن در پیش روی کنعان از استاد شدن در مقابل سرنوشت تلخ خوبتر است. احمد بچیم آی ملکه مادر بچیم تو ده اینجا چی میکنی؟ چی با دیدن ابرو آماده بودم ملکه مادر. ابرو نیست بچیم، سر کار رفته. آی خدای من، گفته بود که کمنا وقت میایم. چی شده؟ کدام چیز مهم شده؟ از کنان پرسان کن میفهمه. بیا زوده یک جای کار میکنه. نه از او پرسان کردن نمیتونم. او امروز در کار نیست و کار نرفته. چی شده؟ نه که مریض است. نه کاملا خوب است. کنان امروز عروسی میکنه ملکه مادر. به خاطر نکاح رفته. آقا اورال، ازم خواسته بودین که کنان با خانم ملکه ملاقات میکنن یا نه؟ خب میکنن یا نه؟ بدتر از او. چطور از عشقم؟ خوشت آمد یا نه؟ خوشم آمد. واقعا با تو بسیار خوب میگه. واقعا خوب میگه نه عشقم؟ بسیار خوب میگه. حالا زود شده که بسیار ناوقت شده. بیا لباسای تا تبدیل کن میریم. هنوزم باورم نمیشه. کمه بعد رسما ازدواج میکنه. چی شده عشقم؟ چیزی نیست. حالا آماده شو میریم. حالا زود شو. اسلحه تا به تکندار. آقا اورال آرام باشین. اگه میخواین من میرم خانم علی نورانی. گفتم اسلحه تا به تکندار. زود باش. زود. آقا اورال، خواهر نگفته که به کجا بریم؟ به اداره ازدواج مالتپه میریم آقای محترم. درست است خواهر. حافظ صبح بخیر رئیس. صبح بخیر کلیوی محترم. خیرت از رئیس. میرم که اصل گپ میزنم. مطمئن هستی؟ 100% مطمئن هستم. مرا کلیده. من میرسوندمتون. باید به تنهایی گپ بزنم. رئیس کاش که یک دفعه اون ناگهانی نگویی. چی بفهمم؟ به سند و به دلیل مستقیم سر اصل موضوع میری. هم دلیل و هم سند اینجا از بچیم و هم با تاریخ. در نامه هست که به ملکه نوشته کده بودم هر چیز سپری کدیم. کلش بدون کمی و کاسی نوشته شده. صحیح است. تو ده اینجا چی میکنی؟ آمدیم که همراهت گپ بزنم عزیز توبرا. عشق من کم از هیجان بمرم. هیچ تحمل نمیتونم. بره. خوب هستی خواهر؟ میخوایی کجا برمت خواهر؟ نمیفهمم.
شما ادامه بدین، من براتون میگم. آمدیم که همراهت به یک تفاهم برسیم عزیز. بسیار زود بس میگونی خانم جانون، مرا متعجب میسازی. والله نه، من بس نمیکنم عزیز، ریسک میکنم. ضرری که از ناحیه کشتی وارد شده کالش تو میپردازی. از حمایت او ماهیگیر احمقام دست میکشی. هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی از او حمایت نمیکنی. چرا ای کارا کنم؟ نه که از خوارم کدام خبر است؟ نه موضوع ناز نیست، اولادت هست. چی میگی واضح گپ بزن؟ ایجا و امین میفهمن که فرزندی هستن؟ ها البته با تو هم سخت است. اینقدر سالا برشان دروغ گفتی که من پدرتان هستم، حالا در مقابلشان استاد میشی و میگی که من پدر سکیتان نیستم. توبه، اصلا قابل قبول نیست. اولادا را رسما میکشی. تو چی میگی؟ خیال پلو زده میری؟ نمیفهمم. شاید اگه خواسته باشی یک آزمایش DNA انجام میدیم. ای که واقعیت داره یا نداره عزیز. کل ما میبینیم گرچه در پیش ما یکی هست، اما تو سر ما باور نداری. تو کی هستی که به خانه ما آمدی و مرا تهدید میکنی؟ ما آدم هستم که به دروغایت باور کنم. بیرون برای تصمیم به دست تو هست عزیز. تو انتخاب کن. کسایی که سالا اونا را اولاد گفته با آغوش گرفتی اونا، یا او ماهیگیر احمق. انتخابت بکن. بس است خدایا، بس است دیگه. یا جان مرا بگی، یا جان مرا بگی، یا برم قدرت بده. چی میشه؟ چی شده؟ تو را چیزی شده؟ بیبی امروز خوشترین روز ماست. چرا لب روی تو کشان است؟ من نمیتونم. چی را نمیتونی؟ همراه تروسی کده نمیتونم. نفهمیدم. کنان تو چی میگی؟ چی میشم مرا ببخش. فکر میکردم که میتونم، اما نمیتونم. بیبی، ای بدیر هم ده حق تو و هم ده حق خود نمیتونم. کنان ملکه مادر، بچه یک موضوع بسیار مهم است که میخوایم همراهت گپ بزنیم. درباره چی؟ درباره تو اصل است.
آنجا فروز در کشتی مرد. بعد از این اصل دمیروغلو هست. شکست نمیخورم. قسم میخورم که شکست نمیخورم. به تقدیر خود راضی نمیشم. کسایی که در حقم بدی کردن ازشان دانه دانه حساب میگیرم. چی شدش؟ نفس گرفتن نمیتونه مادر، نفس گرفتن نمیتونه. ایره چی شده کنان بچه؟ به امبولانس زنگ بزنین، به امبولانس زنگ بزن، به امبولانس زنگ بزن مادر. درست است. اکسیژن بالا میبره. انتی استامینگ باید بته. آلینا با خود بیا خواهرم، لطفاً خواهش میکنم. یک کار کنین، بلیاز خدا یک کار کنین. ضربان قلب مریض کاملا نامنظم شده. مریض عزیز میتیم عجله کنین. آلینا مریض با توقف قلبی میره. یعنی چی توقف قلبی؟ توقف قلبی چی مانا؟ ادرنالین آماده کن. آلینا خواهش میکنم چشمایتو باز کن خواهرم، خواهش میکنم. استاد فشارش کاملا سقوط کرده. الان زود شعور با ما بته. خدایا کمک کن. هنوز هم موتور است. ماشین شوک آماده کن. 120 بار. آماده است. 200 بار. برنامه گردان. خدایا کمکش کن. خدایا کمکش کن. 360 بار. خدایا کمکش کن. آماده است. خدایا کمکش کن. 370 بار. خیرت است مادر، 5 دفعه برام زنگ زدی. دخترم چرا تلفنت خاموش است؟ 1 ساعت شده که برات زنگ زدم میرم. متوجه نبودم که خاموشش کردیم. چی شده؟ چرا صدایت یک رقم است؟ اصل وضعیت الینا خراب شده، به شفاخانه انتقالش داده. چی؟ اما تو از کجا میفهمی مادر؟ خب میفهمم دیگه. وضعیت دختر بسیار خراب بود. وقتی که در امبولانس بلندش میکردن نفس گرفت.
ده کدام شفاخانه است؟ نمیفهمم. درست است تو حال قد که معلوم میکنم. به مام خبر بده دخترم. سعیز خبر میتون. درست است. آی خدایا تو به او دختر کمک. آرام باش گفتم مادر، آرام باش. مادر آرام باش. خانم با شما اجازه نید. فوراً اتاق عملیات آماده کنین. مریض در توقف قلبی است. دست 100 والت هم جواب لطفاً دور باشین آقا، لطفاً دور باشین. عاجل ببرینش. دخترم چی شده دخترم؟ دختر قندم. لطفاً شما داخل نبین. دخترم ما را تنها نمان. اورال الینا را چی شده بود؟ لطفاً یک چیزی برام بگو. درا قلبش استاد شده بود. دستاش مثل یخ سرد شده بود. رنگش سفید شده بود. مثل که از بین رفته. دختر ما را تنها نمان. دختر ما را ایلا نکن. چی میشه با خود بیا دخترم لطفاً. چشمای تباس کن. بله حسن جان، در شفاخانه است. در شفاخانه آجونر. مادر جان تشویش نکنین، الینا جور میشه، خوب میشه. مادر خدایا تو کمکش کن، به او شفا بده که به زندگی برگرده. من دو درد نمیتونم تحمل کنم، تو کمکش کن. از خستگی بسیار بیخی پاهایم میلرزه. اونجا بدو اینجا بدو. بیا خلیل برو این طرف برو. مثل که جامل کمالات باشم. آدمی خوش آمدید میگه و بس و خلاص. راستی دلت هست که پیش پای یک فرش سرخ آور کنم اما ترس؟ تو چه قسم یک آدم بی حیثیت و بی روی هستی خلیل؟ هنوزم چطور در او خانه کار میکنی؟ هیچ باورم نمیشه. ملکه گپت سنجیده بزن. تو چه قسم گپ میزنی ها؟ ده اصل تو گپت سنجیده بزن. دخترم تو را پدر خود فکر میکنه، تخلص تو را داره. چطور چشمایت بسته کده و کل چیزا نادیده میگیری و پیش او خانواده کار میکنی؟ چطور لقمه ایره که میخوری از گلونت پایین میره؟ ملکه او شخص داماد ماست، شوهر دختر ماست، فروشنده خوش، خریدار خوش. تو چرا قدر گپ کلان میکنی ها؟ بیبی کلان دیمیروغلوس در سر چشمای خود رو نگاه میکنه، هیچ کدام کمی و کاسی برش نمیمانه، یک زندگی لوکس پیش میبره. تو دیگه چی میخوایی؟ تو چی چت میگی ها؟ دخترت در او خانه زندانی شده، در پیش کسایی که او بدیره ده حقش کردن. چطور خوش بوده میتونه ها؟ درست است، قبول است که او یک اشتباه کرده، اما تلافیش کرد، امرایش عروسی کرد. چرا نمیفهمی؟ اگه در میدان میمون نه کنان و نه کس دیگه او رو میگرفت. گپ مرا قبول کرد و او بیچاره امرایش عروسی کرد. ما یک همام میکنم که بسیار عرق کردیم. یک دقیقه یعنی چی که به گپم گوش داد؟ جواب بده خلیل. ملکه
علینا در داخل است. وضعیتش چطور است؟ نمیفهمم. در امبولانس قلبش استاد شده بود. دکترها پس به تکان آوردش. کلش از دست ما شده اصل. از دست ما. چرا از دست تو؟ او کت تو بسیار خوش بود، بسیار آرام بود. چی شد؟ تو چی کردی؟ کاری کردی که قلبش شکست؟ چطور؟ چقدر بیشرم هستی؟ چطور هنوزم اینجا هستی؟ آرام باش. پس شو. آرام باش. چرا آرام باشم؟ از دستی آدم خواهرم در داخل میموره. علینا در داخل هست. آرام باش. حالا وقتش نیست اورال، جایش هم نیست. کاملا وقتش هست. من باید از اول تو رو میکشتم. اورال بس است. دخترم فعلا با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. مادر، هر بلایی که سر علی آمده از دستی بیشرف است مادر. از وقتی که با این معرفی شده یه حمله چندمش است. او دختر از دستی تلف میشه. خاموش باش دیگه. بس است. نه رقابتتان، نه شرکتتان، نه عشقتان برای مهم است. دعا کو که خواهرم چیزی نشه. اگه نه کسی از دست نجات داده نمیتونه مایی گیر. ملکه یه خانم ایلافته. خدا جزایت بده. خدا لعنتت کنه خلیل. چطور دانستی همراه دختر من قسم یک کار کنی؟ انسان ملکه یه خانم ایلافته. ما چیز رو نمیفهمم. او صورت چرا او قسم گفتی خلیل؟ گفتی که اورال گپ مرا قبول کرد. تو میفهمیدی از اول میفهمیدی. تو دروغ گوی هستی، انسان دروغ گوی. ملکه گفتم یه خانم ایلافته. نمیفهمیدم. از این چیز خبر نیستم. میفهمیدی نه؟ میفهمیدی که اورال چی کرده؟ بس است دیگه. بس. اگه ما مداخله نمیکردیم دختر در میدان میمان. در او حالت کنانم نمیگرفتش. از برکت ما او صاحب خانه شد. نامشون برآمد. خدا جزایت بده. خدا تو را لعنت کنه خلیل. ملکه ما در حق اصل نیکی کردیم. در خانه دیمیروغلو به عیس عروس روانش کردیم. چرا نمیفهمی؟ لعنت خدا سر هر دویتون. ملکه زندگیشو تباه کردین، زندگی دخترم تباه کردین، دنیای او را ویران کردین، عمرش از بین بردین. ملکه به خود بیا. حساب ایره باید بدی. جزای کاری را که با دخترم کردی باید ملکه به خود بیا. تو چی میکنی؟ من تو را نابود میکنم. حساب ایره باید بدی. من تو را از بین میبرم. قسم میخورم که تو را از بین میبرم. مادر تو چی میکنی؟ نمیفهمم که مشکل تو چی است. از پدر بیچاره چی میخوایی؟ بس از دیگه مادر. چی میکنی بگو ها؟ مرا میکشی ها؟ بگو. خلیل برو. خلیل گم شو از این خانه برای. گم شو از اینجا برای که رنگت نبینم. درست است. تو کمی آرام شو باز گپ میزنی. از اینجا گم شو. تو همراه ما چی مشکل داری؟ هم با ما هم با پدرم. ابرو سرم فشار نیار. حالت هیچ خوب نیست. چی وقت حالتو خوب بوده؟ غم و رنج دخترت هیچ وقت خلاصی نداره. ابرو کارای پدرت فهمیده همراه ما او قسم گپ نزن. پدرم به خاطر ما هر کاری که از دستش میامد انجام داد. اما تو کدام وقت به ما مادری کردی؟ ابرو دروغ میگم ها؟ هست و نیستت اصل است. باز میگه که به ما مادری کرده. چشمایی تو غیر از دختر شادختت کس دگره دیده؟ ابرو دختره. ما هیچ وقت بین تو اصل فرق ناوردیم. درست است که تو را به دنیا ناوردیم اما ما کلانت کردیم. او دخترم است. چطور قسم میگن دکتر صاحب؟ من چطور میتونم میره قبول کنم؟ او جانم است. او کل چیزم است. کل چیزم. ای که در پیش چشمایم دا خوشم در بین دستایم جان بده. اصلا نمیتونم میره قبول کنم. به خاطر خوب شدنش هر کار میکنم.
هر کاره را او را به خارج از کشور میبرم، او را پیش بهترین دکترای دنیا میبرم، نجات پیدا میکنم. به خاطرش حتی راضی هستم که جان خودم بدم. ببینین خانم جانان، این تب و تلاش غیر از اذیت کردن علینا چاره دیگه نداره. مریض 18 مرحله آخر است. بانین که دخترتان روزای متوقی شد در خانه خود با عزیزای خود با خوشحالی سپری کنه. نه خیر، هیچ کدام چاره ای نداره آقای دکتر. کدام تداوی، کدام چاره؟ من قسم بس کردن نمیتونم دکتر. البته که تداوی های تجربه بی وجود داره، ولی غیر از اینکه به علینا رنج بده دیگه هیچ فایده ای نداره. باور کنید او دواها مانع پیشرفت مریضی نمیشن، ولی آهسته‌اش میسازن. همراهش زیاد وقت سپری کنید، هر چیزی که میخواه برش فراهم کنید. آقای دکتر، از شما یک خواهش دارم. این وضعیت باید هیچ عضو خانوادیم نفهمه. نمیخوایم کسی بیشتر از این غمگین شود. بله، کلان خو کدی، اما با پسماندای اصل مرا کلان کدی. هم مرا هم پدرم هیچ وقت ندیدی. حال اتفاقاتی که سر اصل آمده مسئولش پدرم شده. او دختر تو که هست نی؟ او دختر تو قصدن به خواست خود پیش او را رفته بود. وقتی که یک آدم پیسدار برش علاقمندی خود نشان داد وام بی خود شد. ابرو نیکن آن دیده نه کس دیگره. ابرو چوب باش. باید ای گپه قبول کنی مادر. دختر تو خود به پولو به قدرت فروخت. ابرو ما از تو متنفر هستم. دفعه دیگه حتی نمیخوایم که روی تا ببینم. دیگه نمیتونم تحمل کنم. میرم همراه دکتر گپ میزنم. باید بر ما بگوی کلینا در چی وضعیتی است. کجا اورال؟ میرم همراه دکتر گپ بزنم. درباره علینا معلومات میخوایم. نه خیر، ضرور نیست. من گپ زدم. خب چی گفت؟ او چطور است؟ علینا خوب است؟ مادر، دکتر برای چی گفت؟ بریم بگو. او علینا از یک وضعیت بسیار سخت تیر میشه و به خاطر خوشحال ساختن او باید هر چیزی که لازم است انجام بده. مادر بر ما معما نگو، واضح گپ بزن. ما باید برم حال او را ببینم بچه. علینا خوب نیست. میفهمم علینا اصلا خوب نیست. شکر که تو هستی هستم. خواهش میکنم مرا اعلان نکن. خواهش میکنم.
قیمت ایسیلی را باید پرداخت کنی ملکه. هم تو و هم اصل. شما هنوز ما را نشناختین. قیمتش از سر کلتان میپردازم. ملکه دخترم چی گپ شده؟ آی پرسان نکو امه جان، کاش که هیچ امروز نمیدیدم. چی شده دخترم؟ توضیح بده. دیگه وقت باز میگم امه جان. حالا هیچ نفس گرفتن نمیتونم که هوای تازه بگیرم باز گردم. سایز بیا که بریم. صدقیت میشم مرا تنها بار. میخوایم تنها باشم لطفا. دختر بدبخت ما بلای نمانده که سرش نامده باشه. باز اینجا کثیف شده. همی امصاب پاکش کرده بودم. اوف توبه توبه. عزیز سلام ماما جان، من ملکه را کار داشتم. همیال برآمد، شاید زیاد دور نشده باشه. طرف ما بیبی ای چی وضعیت است؟ مرا بیبی وضعیت دختر بیازو خراب است، تو خرابترش نکو. فهمیدی بچه؟ عزیز با تو میگم عزیز. که کسی گپ ما گوش میکنه. من چقدر یک تقدیر سیاه داشتم. دختر خودم آغوشته ساخت. نی از بخت خود خیر دیدم و نی از دختر. عزیز جانه یک دانه. جان لاله خود چطور هستی؟ خوبتر هستم لالا جان. علینا جان ما را بسیار ترساندی. شفا باشه. بسیار تشکر. شیرینه شادخته. کنان کجاست؟ در بیرون است. میخوایم او را ببینم. علینا هنوزم در فکر او آدم هستی جان لالا. او تو را به این حالت رسانده. میخوایم همراه کنان گپ بزنم لالا. درست است. ما میبرایم. مادر تو چی میگی؟ باید بریم اورال. علینا میخواید تو را ببینه. هنوزم کنان میگه به خدا دیوانه میشم. اورال پس است دیگه گپ درست نکن. خواهر ما از مرگ برگشته. تا وقتی که آدم نزدیک خواهر ما باشه اتفاقات بدتر از این میفته. مادر تو دیوانه شدی؟ من کوشش میکنم مولعنتی را از علینا دور نگاه کنم، تو با اون نزدیکش میکنی؟ فعلا هیچ چیزی از خواستای علینا که برای مهم نیست اورال. نه تو نه کنان نه خانمت.
دختر مریض است. تا وقتی که او خوب میشه کل ما به خاطر خوشی او کوشش میکنیم. حالا فهمیدین؟ هر دوی ما بهترین کار همین است. کوشش کرد همراه کلانترین دشمن خانواده عروسی کنه. بعدش با بهانه مریضی کلاگیر فریب داد. شادخت است دیگه و ماند اصل. او خوب بیخی ملکه شده. از هر دویشان نفرت میکنم. واقعا نفرت. ما مجبور شدم که اینجا بیایم. در اینجا ماندم.